نمیخوام بگم یه قصه ای رو شما رو بخندونم، اصلا من تو این مقوله نیستم، اما این داستان خوبیه و سندش هم مال 2000 سال قبل نیست، مال 1400 سال قبل نیست. از رفقای خود ما بسیار فاضل، سخنران بسیار توانمند، سید نورانی میگفت از شیراز داشتم میومدم تهران، تو هواپیما نشسته بودم، کنار ما جاش خالی بود. خب هواپیما مشخصه دیگه، کارت پرواز، شماره صندلی، ردیف کاملا مشخص. یه آقای جوانی اومد رد بشه، میخورد 27 سال سنش باشه، بیشتر نمیخورد. خیره یه نگاهی به ما کرد و 2 قدم رفت، برگشت به مهموندار هواپیما گفت من باید کنار این حاج آقا بشینم. حالا هر کی اون آقا ما نمیخوایم بریم، گفت من باید اینجا بشینم. این دوست ما میگه ما مونده بودیم خدایا این چی میخواد بگه، چی کار میخواد بکنه، من باید اینجا بشینم. مهموندار هواپیما گفتش که نه نمیشه، نزدیک با هم درگیر بشن، به اصرار نشست اینجا. به محض اینکه نشست گفت حاج آقا، گفتم بله، گفت نشستم تا تهران حالتو بگیرم. آخرش خوبه، تو خوب بیا، دیواری کوتاه‌تر از ما پیدا نکرده، بیا حال ما رو بگیر، مهم نیست. و بعضیا فکر میکنن مهمه، نه ما گوشمون از این حرفا پره. نشست، حالا گفتیم چی میخواد بگه که حال ما رو میخواد بگیره. من سرمو انداختم پایین، هیچی نگفتم. برگشت گفت حاج آقا من طلا فروشی دارم توی شیراز، یه موردی هم هست تهران، 2 هفته یه بار، 3 هفته یه بار، ماهی 1-2 بار میایم تهران، گناه همو میکنم، معصیت همو میکنم، کیفم هم کوکه، روز به روز مالم هم داره زیادتر میشه، جوونم هستم، خوشتیپم هستم، همه این حرفا که شما میزنید کشکه، گناه روزی رو کم میکنه فلان بهمان. یه جمله تو پرانتز بگم، بعضی وقتا ملائکه سرشون رو بلند میکنن میگن خدایا انقدر تو دهن این بندت از دنیا پر بکن که یک بار در خانه تو نیاد بگه خدا ما از بوی دهن این بنده تو متنفریم، منزجریم. از اون طرف همین ملائکه میان به خدا میگن خدایا ما از بوی دهن روزدارها و روزدار وقتی آدم روزه میگیره دهنش بو میگیره یه مقداری دیگه، ما از بوی دهن روزدار لذت میبریم، ای کاش رمضان طولانی تر بشه. بعضیا که میبینید خیلی نشاط دارند گناه میکنن، آدمای با نشاطی خودشون رو نشون میدن، ان ربک لبالمرصاد، جوجه رو آخر پاییز میشمونن. صبر کنی. میگفت خیلی هم با نشاط، گفت هر روزم پولم داره بیشتر میشه، تیپم هم خوبه، میام تهران ماهی 2-3 بار گناه همو میکنم و برمیگردم شیراز. گفت خوب حرفشو زد و نشست و ما هم هیچی نگفتیم. فکر کرد دیگه حال ما رو گرفته حسابی. یه 10 دقیقه‌ای گذشت، گفتم آقا اجازه میدی یه داستان برات تعریف کنم؟ گفت بله حاج آقا بگو. گفت آقا موسی بن جعفر علیه السلام داشت از جلوی یه خونه‌ای رد میشد، دید صدای بزن و بکوب و برقص داره از تو خونه میاد. درنگی کردن، از تو خونه یه غلام اومد بیرون سرک بکشه. آقا موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن ای غلام صاحب این خونه کیه؟ گفت آقا اسمش بشره. صاحب این خونه آزاده یا بنده است؟ خندید گفت آقا آزاده، کلی غلام داره، کلی کنیز داره، چی میگه بنده است؟ حضرت فرمودن آزاده که اینجوری داره میکنه، اگه بنده بود این کارا رو نمیکرد، آزاده. حضرت رفتن، این غلام برگشت تو بشت ازش پرسید چرا دیر کردی؟ میخواست بگه دیگران بخندن، گفت آقا یکی دم در بود شما رو نمیشناخت. چطور؟ از من پرسید صاحب این خونه آزاده یا بنده است؟ تو چی جواب دادی؟ گفتم آزاده. او چی گفت؟
گفت آزاده که اینجوری میکنه. یه وقت دیدن بشت بلند شد، یه لگد زد به بساط عیش و نوش و گناه، دوید دنبال آقا موسی بن جعفر، پا برهنه رکاب حضرت رو گرفت. آقا غلط کردم، کی میگه من آزادم؟ من بندم. به عنایت موسی بن جعفر توبه کرد، تا آخر عمرم دیگه کفش پاش نکرد، شد بشر حافی، بشر پا برهنه. این دوست ما میگفت من سرمو انداختم پایین، همینو گفتم، هیچی دیگه نگفتم. یه وقت از هواپیما اومدیم پایین، تو اتوبوس داریم به سمت ترمینال میایم. تو اتوبوس که سوار شدیم از هواپیما اومدیم پایین، به من نشون داد حاج آقا ببین اومده دنبالم تو فرودگاه، تو ترمینال وایساده. ولی به جد خودت قسم از این ترمینال میرم اون ترمینال، بلیت برگشت میگیرم برمیگردم شیراز. من بندم، من آزاد نیستم.